چی شده این دل چی شاکی شده دیر شده ای دلم برات پیر شده اگه بدونی میمونه گم شده تو معلوم است تو کجایی؟ بله من خونه با کارش میگم برات تو بریشم بپرم تو پیدا کنم بیا من دو بوتا گل بکنم ما برم مثلا گلدون چی میکنی؟ گل بکنم ما برم مثلا گلدونی تو کور اینجا یک گل میبینی حالا وقت گله پیدا میشه دیگه پر گلدون گپ پلده بوز غم جون برده قصه و غم پیری چی دیگه؟ میگم بوز غم جون برده قصه و غم پیری پی من گیج که گیله نه خندگی من که بیعقلی هم از تو بیشتر عقل تو که دارم سال 12 ما گپات همه پوچ لولب بود لازم کم یک کلمه در مخاطر زبون گوشتیه پی پینک تو هم گوشتیه فقط میگی گپ مفت میزنی کاسه خاله مکک مدام کاسه خیلیه تا پینک تو خیلیه برو بسرا مگر گپ نده برو چی کار؟ ناجورم با دکتر؟ بابا سال به 13 ما بابا ناجورم حالا چیکار کنم؟ بابا خود میسازم گناه منه خوب برو به دکتر تو نشه وزن خراب نقصه رو بستونی بابا برو تو چرا نمیری؟ ما میرم مکتب یا نمیفهم مکتب میرم مکتب میری بورو بخیر اگر صبح نی هوام گرمه برو از این بر بابا نجور از این بر تو همه گپ مفت میزنی خر به کجا ولی خر منگرم بابا ما ولی خر نه برو اگه پرگون بود اگه پرگون آورد نه بود پیاده بود نورد ببره بابا ترابر میگم بابا شما به کیف خو دست به شهرشونی خوب بندم تا به شهرشونی خو البته 1 کیلو او حالا با تو برو موتر در بس کنم مال 9 کیلو به کیسا بابا چیه خیر تا موتر در بس کنم تو خر میده خب ولی خر میرفته ماما اگه بود برد نبودی چی ایت را نرویتی ده با ما راه میره راه رفتن یاد نداری راه میرم دیگه بابا دو قدم را بابا پیارم 2 قدم را پیاده بریم گردنم بند با ششونا به تا آمده چیکار کنیم بابا مانده شدم سلام علیکم گیلک کجا میری تو؟ بله شده پیار کی؟ چیکار شده؟ چیکار شده؟ پیار تو چیکار شده؟ ماما شاگل پیار من ناجورم ماه منار ببرم به شفاخونه خب چیکار شده شما بابا؟ ناجورم چری به موتری یک سه چرخی چیزی نبود بله بگید ببری اما زد پول هسته که طلب پول دکتر باشه فرقون ما پنچره خر ما بالا در ماشین که 2 همسایه برده به خاک کشی موترم که ما شاگل به قیافی ما و بابا ما نمی آیه سکیلم که اگه بابا مسواش روز اول ما رو به دیوال میزنم خب من با تو پول میدم هم 2 غیر بگیر هم یک سه چرخی بگیر تو نفس بفته پول 2 داره ماما شاگل خب پول اگه پول داریم پول 3 چرخی بدیم بریم بابا بیا خیر بینیم برای 30 روپیه برم 50 روپیه ماما شاگل هم یک زحمت بابا اگه شما تکنم راه بریم نمیتونه یک موتور چیزی بگی سه چرخ خیر بینیم بابا ماما شاگل خیر بینیم تشکر بخیر بری بخیر سعی کنیم ماما شاگل بله با 50 شما برار بس به نانه خوب میگم نمای 50 برو فقط ببر پیار پولا شما نانه خوب میگم جمع کنم نمای برو پیار خبر به یک چرخ بگیر برو 2 غیر بگیر برو خوب خیر بینیم پول خرج نکنی خرج نکنم بابا بابا تاش شما بابا کمر ما باش کرده بابا ایلا بخشم بابا غلام دیونه بیا 1 دقیقه بدو بله بیا خیریت بودن نباشی غلام زبرسته چکار بابا امروز جانجوره خوبی سلامت سکو غلام یا تو بازم یک توری از من قوی تری همه بابا من مستاش گناه خوجا با کفت بگو کمک کرده تا چینگ خط سرک ببرید پول انا چیزت ما داریم پول انا دولت هست و شکر پول هسته بابا تا بهم چینگ سچر خواب ببره کمال ما باش که 1 ساعت تا بابا از این سرقله میارم خوب گپ پیده این مشکل داره بابا امروز بگه در وقت داره بگه آقا خدا عقب سایه بیا بابا شما را کفت خورو بیا صبر کن با قاب بگیر
بگیری خود خود پول ما کم بگیریم بابا. بره گیلک بره. نگم چاکشی خورده بودی شما بابا نرو. قلوترش ایسته سنگین هم اینا. بچهاش قلوترش خورده ما. حالیا همین هوا گرم کی قلوترش خورده. بابا ما خرابه که صدرم خرت پتر به کیسه ها خو میکنه. کیسه های خیلی سنگ. خیلی سنگینه بابا نرو. غلام دیوانه به دم افتاده. ویلا بابا شاءالله شهید شدم. همین هرچی شربت غلام همین تا میدن شربت ها. ما نمیفهمم دیگه تو گفتی بگه پیار بر تکون دید شربت بود و حلقه بود داختم دیگه خود توی دختی. غلام بگیره کناتون پیانو تکونه. امده شد. یعنی بابا نروز دکتر گفت تکون دم شما را همین تکون گیله اینا لو کنم دیگه همین تکون برم حقی الله غلام بله چه کار میکنی تو؟ بابا نروز تکون بدم دکتر گفت تکون ده منده شدی گیلک بده بگردی دست. بیا پیار خو. بله بشینیم بابا. ما منده شدم که وقت تو تکون ده چری تکو میده؟ بله چری تکو میده؟ اینا ماما شاگل چیزه دکتر صاحب گفته مردم که شربت به پیار خو میدی پیار خود تکون ده که شربت حل شه. دیوانه گفته شربت تکون بده نه پیار خو بکشتیم بنده خدا. اخن ببخشی بابا میکشتیم حال شما. بیارده چی میگم بابا بخزی نزن بیارده ماما جان ماما شاگل صحبه کنی شما ماما شاگل شما کدو شربت دیدیم که ناجور باشه شربت ناجور یا پیار پیار تو ناجوره بیعقل خدا پیار تو ناجوره پیار تو ناجوره او تکو دادیم بمرد بیچاره اگه ناجور هم بود ناجورتر شد. این شربت رو گفته تکون بدی هر موقع که میدی تکون بدی یک سرقاشوقی بدی بخوره. ماما جان شربت ناجور نیه پیار میفهمم پیار تو ناجوره شربت تکو شربت ناجور که تکون نه شربت تکو بده پیار تو بخوره. شما گپ قدیمی میزنیم بابا خور استاشیم بابا بکشتیم بیچاره. بابا نیه شربت تکون نمید شربت ناجوره. بابا همه دکتر چی گفته؟ بگش من میتونستی کدو ته؟ پیار خود تکون به بگیش تکون ده شما ماما شاگل به نمیفهم تو کنده با خط کنده صاف نکن واخی بابا سر بزنه بخی برو بعد کجا برو شما که آدم کلونی کدیم ناجور دیدین دکتر بگی این مشک بری تکون بدی بخی بریم ببر بریم بده یک سه چرخ چیزی بیار که ببریم بخونه سچرخ بگیرم وخی برو بابا حالا که برسیدیم خونه دیگه برو تو ببین عقل خو به دست کی هم ناجور سپردن بریم یک سه چرخ بیاریم بکشتیم این مشک بابا حالا سلام برسیدی سه چرخ برو گیر مشک دو تیار کردیم اینجایی شما با ما گوش نشد که سنجرت کردیدی برو نه من پینجایی برو حالی بیتری بابا تو چرا جلوی خوب دست از یادم و بیعقل بدی تو که آدم هوشیاری بابا حال خوب میشین من برفتم حال موتور سه چرخ میارم میریم به خونه دعا شما رو سر ساعت میدی یا عالمت دعا داده به خیر خوب میشین کجا شدم اینو نهاده کجا رفت چه میفهم کجا رفتم اگه نیه وقت خزیمه تو خود شما رو ببرم خوش میتونیم راه بریم کم کم اگه میتونیم میده خود شما بریم نخواد بنیستم همین تو یک سعی بکن تو بیای غلام و گیلک دیگه یا الله دست خواب اندازین سر شونیم همین تو پیاده قرار میریم دیگه بخیر تا اونم بیایم با خونه که رفتیم استراحت کنیم